ساعت به وقت پراگا رسوده هست و این فرصت است که در همین وقت من برای شما بینندگان عزیز سرخط خبرهای روز رو میگم و فراموش نکنید که بعد از رسو 3 ساعت یعنی ساعت 1 به وقت پراگا برنامه خبری داریم که 15 دقیقه ادامه میکند و تفصیلات آن مطالبی رو که حالا من برای شما در چند جمله میگم برای شما بعدا در برنامه خبری نیز ارائه میکنیم. البته تا اون زمان باز فکر میکنم خبرهای دیگر نیز در دست ما خواهد رسید که برای شما بعداً باز جزئیات میدیم. تغییرات کادری در مقامات تاجیکستان. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری کشور روز 23 اپریل خبر داد که با قراری حکومت سرداری خدمات ضد انحصاری تاجیکستان از مقامش آزاد شده است. سبب سبکدوش گردن سعدی قادرزاده گذاشتن به کار دیگر گفته شده است. بر پایه قراری دیگری حکومت تاجیکستان اکرام‌الدین ولیزاده با جای قادرزاده سرداری خدمات ضد انحصاری تاجیکستان تعیین گردیده است. دگرگونی در خدمات ضد انحصاری در شرایطی صورت میگیرد که با پیشنهاد همین نهاد سر از ماه جاری حکومت قیمت اینترنت در تاجیکستان را 1 مرتبه بالا برد. این اقدام سر و صدا و ناراضگی رو در جامعه تاجیکستان به میان آورد و حالا معلوم نیست که برکناری قادرزاده به این تصمیم تا کجا ربط دارد. خب به استفاده از همه گونه امکانیت بعد تلاش‌های بی‌نتیجه برای پایین بردن نرخ استفاده از اینترنت در شبکه‌های اجتماعی، فعالان جامعه تصمیم گرفتند با یک مراجعه‌نامه دست جمعی به رئیس جمهور و دوستان کل مراجعت کنند. در این مراجعه‌نامه صدها نفر امضا گذاشتند نامناسب و سراغ جای زیست خود را نوشتند، کاری که در تاجیکستان بسیار کم دیده شده است. مؤلفان مراجعه‌نامه از رئیس جمهور امالی رحمان خواستند برای بی‌اعتبار کردن قرار درباره نرخ اینترنت مساعدت کند. آنها نوشتند بالا بردن نرخ اینترنت استفاده آن را برای شهروندان جامعه محدود میکند و به زندگی آنها تأثیر منفی میرساند. ضمناً بالا بردن نرخ اینترنت در برابر دیگر قشرهای جامعه به حیات مهاجران، یعنی به حیات شما بینندگان عزیز و افرادی امکاناتشان محدود علاقه تأثیر منفی خود را رسانده است. در این باره در برنامه خبری یک گزارش هم خواهیم داشت و دعوت میکنم که آن را همراه با ما تماشا کنید. تنش نوبتی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان شام دیروز در منطقه مرزی ورخ اسفره و اقصای بادکن میان ساکنان ماجرا برخاسته است. جانب‌ها یکدیگر را به سر زدن این حادثه متهم میکنند. در پی این قضیه ساکنان دهه اقصای شب گذشته راه ورخ را بسته به رفت آمد نقلیات ساکنان ورخ مشکل ایجاد کردند. به گفته ساکنان ورخ به سوی ماشین‌های هم دیگر نیسان اندازی کرده آینه‌های چند ماشین را شکستند. همزمان مقامات مرزبانی اسفره و بادکن در جای مناقشه ملاقات کرده از احتمال بزرگتر شدن تنش جلوگیری نمودند. و بینندگان عزیز اگر تا 3 ساعت دیگر از این منطقه یگون خبری نوی شد ما حتما برای شما در برنامه خبری میرسونیم. ظاهرا صرف نظر از آوازه‌های طولانی در چند سال اخیر نورسلطان نظربایف دخترش را به کرسی پرزیدنتی پیشبری نمی‌کند. امروز حزب حاکم نورالوطن قزاقستان که نورسلطان نظربایف رهبری آن را بر دوش دارد، پرزیدنت موقت این کشور قاسم جمعرت توقیف را همچون نامزد به پرزیدنتی پیشبری کرده است. در این باره ما در برنامه خبری صحبت می‌کنیم. همچنین بنیاد نیروگاه برق آبی سبب اعتراض شده است. در گرجستان ساکنان محلی بر ضد ساختن نیروگاه برق آبی خداری 3 به شور آمدند و در مقابل پلیس قرار گرفتند. چرا مردم محلی نمیخواهند که این نیروگاه بنیاد شود؟ در برنامه خبری بعد از کمتر از 3 ساعت علاقه به شما معلومات خواهیم داد. نزدیک به خط سیاه تاجیکستان در قطار کشورهای سرکوبگر آزادی بیان جای داده شده است. در رده‌بندی که تازه نشر شده است، تاجیکستان در بین 180 کشور در مقام 161 جای گرفته است. این به آن معنی است که در تاجیکستان محدود کردن سامانه‌ها، بسته شدن نشریه‌ها و فشار به روزنامه‌نگاران افزوده است. مقامات میگویند در حال حاضر در تاجیکستان بیش از 370 نشریه دولتی و خصوصی و خبرگزاری فعال است، اما ناظران امور میگند بسیاری از آنها از انتقاد آشکارای کمبود جامعه پرهیز کرده بیشتر مشغول تبلیغ و دستاوردهایند. چون چرای این موضوع رو کمی دیرتر برایتون بینندگان عزیز توضیح میدیم و
кумитаи ҳифзи муҳити зисти тоҷикистон ба поккории партовгоҳҳои зархимикатҳои деҳоти хатлон мепардозад. ин иқдом дар ҳоле раҳандозӣ мешавад ки бештар аз 1000 нафар дар шароити хатарзо зиндагӣ мекунанд. мақомот мегӯянд ҳоло дар саросари тоҷикистон 68 қитъаи мавҷуд аст ки дар онҳо бештар аз 1300 тонна заҳрҳои кимиёвӣ дар зери замин пинҳон шуда мебошанд ки дар пайи таҳлилҳои созмони ҷаҳонии озуқаи кишоварзӣ ва бонки ҷаҳонӣ ошкор шудааст. поккории партовгоҳҳои заҳрнок кай ва дар кадом минтақа сурат мегирад баъди 3 соат дигар барои шумо маълумот медиҳем. ва бинандагони азиз, тавре ҳам гуфтам, соати 1 бо вақти программаи шуморо мунтазир мешавам дар барномаи хабарӣ бо хабарҳои аз ин ҳам бештар ва умедворам ки чун ҳамеша моро ҳамроҳӣ хоҳед кард ва фаромӯш накунед ки дар барномаи имрӯз мо ҳатман як мавзӯе дорем дар бораи интернет ки шумо ҳар рӯз дар ин бора аз мо мепурсед, яъне мавзӯи баланд бурдани нархи интернет ва таъсири он ба қишрҳои мухталифи тоҷикистон аз ҷумла ба шумо муҳоҷирони азиз. ман шуморо дар пахши мустақими барнома мунтазир мешавам.